چی کار میکنی؟ دارم میرم کنده کاری کنم. برای چی؟ میخوام چاه بزنم به آب برسم. مدیری من نمیخوام بمیرم، میخوام هنوز دوباره عاشق بشم، دوباره گریه کنم، دوباره بخندم. تو هم همیشه بخند مدیری باشه. کجا رو الان میخوای بکنی؟ هر جا که شد. میگن این کنده کاری چیزی داشتی بده، خودم کنترات میگیرم برات انجام. نه ممنون، من ندارم. باشه. فقط یه قولی به من بده مدیری. خب اینکه آبو هیچ وقت گل نکنی. قول میدی؟ باشه. الان اینجا چی کار میکنی؟ مگه اونور نبودی؟ اشتباهی کندم. باید 90 درجه میکندم، 45 درجه کندم، از این پشت در بردم. آره حالا برم دیگه. برم کجا میری الان؟ کجا میری؟ برم 90 بکنم دیگه. آره الان بازم اشتباه کندی؟ آره سر از این میوه فروشی سر کوچه در آوردم. بیا یه دونه موز واسه شما بزن جون بگیری. یه ذره گلیه. پوست کن. هر جا میکنم میخورم به سنگ، منحرف میشم یه جای دیگه. اصلا یه وضعی اعصابم خورد شده گل من. الان داری زمینو میکنی به آب برسی؟ آره دیگه به آب برسیم دیگه. بعد از اینکه آب قطع شه باید زندگی کنیم یا نه؟ من چیکار کنم از دست اینا؟ خودت خواستی براشون مهم باشه، الانم مهمه. آره مهم. یه ذره صرفه جویی کنی. اون که الان داره تو کهانش آب ذخیره میکنه، تو هم زمینو میکنی. یه ذره آب صرفه جویی کنی. آره من وقت ندارم، ببخشید باید برم بکنم. هر وقت کاریم داشتی 3 بار محکم بزن زمین، من میام. بزن تا بیام. من هیچ کاری با تو ندارم، برو گم شو. سلام مظفری، سلام مدیری. دیگه گفتی چالوسی. چجوری برگشتی؟ به این سرعت؟ نه دیگه از جاده که نیومدم که، از همون تونل اختصاصی خودم برگشتم. الان از این خونه به شمال کشور یه تونل زیرزمینی هست. فقط هر وقت خواستی از تونل بری دقیقاً تو مرزن آباد من یه هواکش گذاشتم که نفست نگیره. گل من. الان من 2 تا گزینه دارم. یا بمونم با این درگیر شم یا برم. گزینه دوم صحیح هست. دیدی مدیری؟ دیدی چجوری با من برخورد میکنه؟ گل منهای جهان مهر ندارد دلشان. برو عزیزم، تموم شد، برو. مدیری تو که اینجوری نیستی، هستی؟ نه نیستم، بفهم. عشقی.